یا برادر به امر پروردگاری روز بروز همه خیلی غوث جیر نیمش همه شکما کشال هم خیلی پدیام شده برآمده نمیتونه. آمده پیش ورج گفته برات هی من یه آدمی پولدار و مالدار من چنین خودم آوردم. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xp дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногунам меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалин тон 6500 рубл бонус медиҳанд. салому алайкум برادرای غریب شهر محمدجان. یک قصه پیشنهاد شما میکنیم. قصه ژیزنی درباره آدمای خیلی 300 کیلویی که اینجاشون چین کارتوشکای کو. مرحبا قصه پیشان آمد برادرها لایک بجقین همه بیزار شده معلش که نمیخوی. یا برادر به امر پروردگاری روز بروز همه خیلی غوث جیر نیمش همه شکما کشال هم خیلی پدیام شده برآمده نمیتونه. آمده پیش ورج گفته برات هی من یه آدمی پولدار و مالدار من چنین خودم آوردم بگی گفته من یگان کار و بار که یگان هیله که من خراب شم گپ نیست. حالی ما این مسئله رو میبینیم. حاضر براتن گفته ما این مسئله رو میبینیم. خیلی ما دکترها در جمعیت برای همه در کنیم که یا دستی کمک دراز کنیم حیات های زندگی. اما خیلی دکتر یا بالا پایان نگاه میکنه یا بطلقه دارو متشه تابلت که انا میره مگه 2 ماه میخری 2 ماه یات میخری 2 ماه خیلی مایده ساز بشی خراشو میخزیم خانه اوقات پاوقات تیار سنی اوقات نگاه میکنه سنی بانک نگاه میکنه مگه من 2 ماه میستم مجدد کدا هم باشه میگیرم می او میکنم میخرم پگا ای خو میخزه اینا میخر جیرای تن زمیناختی تارای پراسیناختی ایس جمع کنه ایسری برود مسخ ایس جمع کنه ایسری برود مسخ خلاصه هم رو خالی جمع کنه ایس مفرا یک خبر بالنسی می پیش ورج هم کابینت شپیده پیش ورج مدره مگه براتانی پاکستانش ایر بی متیت پیت شدم بگی مرا دیگون هیلکو اوه چیکار کردی گفته دکتر جان سرستام شدم همون بانکی دارو همش خوردم گفته ایر یگان پاکستان پراست پلاستیکی اپراتس کردن نکن میگیرم بیچاره مرد که اپراسیون میدارن کشاکش 700 میره 800 میره ساز بکنن اوپاکاف بکننشه میارنش پلات پگا مردک میخزه بلا نافوش در پیشونی شای طرف دکتر فایران میکنه میگه بلا چوی نافی ما پیشونی مونده و گفته ما ژیر تیت پیت بود کشیدیم ناف مایلی گفته پایانتر نگاه که با چه گلاستی که خوشالای سلام علیکم برادرای عزیز شهر محمد. پیش همه خداوند بر شما سلامتی تمنا میکنم. یک قصه خواستم سحر روز خطی پیشنهاد شما کنم. قصه درباره شفیار گینیکولوگ. مرحبا برادران. پگاهی روز بشه کابینت گینیکولوگ یک خالشکه میبوید. خالشکه هم خیلی عجایبات خیلی میسستره مرحمت ورز گفت زنه دفتری عرض شکایت ستار استاد میمونه ورز هم خیلی نگاه میکنه میخزه خلاتش میرخشه با پوش در بالای پال میپرتایه کسالی رو میگه که لباسای پایان تکش هم پیش مختی یه بار 2 بار ایسه بگذار این زنک گه میخنده طرفی میسستره میگه وره چی شما دیوانه چه نخواهم خیلی بینن کرسلو است دیگه میگه میبخشی خواهر جان میبخشی این نو گینیکولوگ شده بود تا این روز ماشین ساز میکرد